به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان گرامی، همانهایی که این لحظه ها شب انتظاری میکنند و با شبکه های ما قرار دارد. برنامه مشترک ما یک جایه با شبکه نجم تیوی و با استادان این لحظه آغاز می شود. و چنانی که ما پیشتر نیز گفته بودیم و اعلان کرده بودیم، امروز برنامه آماده میکنیم دایر به شب قدر و دایر به صدقه فطر و پیشتر نیز ما اعلان کرده بودیم و تقریبا 1 ساعت دوام میکند برنامه ما و با بعضی سوالهای شما دایر به صدقه فطر انشالله استادان که الکی این لحظه ها آموده شدند و به استودیوی ما پیوست شدند انشالله که جواب خواهند گفت. و من خوش آمدید میگویم استاد ادهم حیدرزاده، خوش آمدید به شبکه ما. سلامت باش. خوش آمدید. و ابراهیم سید نوریدین، خوش آمدید به برنامه ما. استاد ما رو میشنوید؟ استاد ابراهیم. استاد ابراهیم ما رو میشنوید؟ خوش آمدید به برنامه ما. کم صدای ما رو نمیشنوند. همچنین باز عطاالله ممنونی نیست در برنامه ما. خوش آمدید شما رو. خب صدای شما نوکک آمد. خوش آمدید تماشابینان عزیز، هر یک شما رو خوش آمدید میگویم و ما برنامه رو این لحظه الکی آغاز میکنیم و در واقع بهترین شب‌های ماه شریف رمضان است و این دهه اخیر است و عبادت را همگان زیاد میکنند. حتی امروز در وقتی که برنامه دانش و سنجش را آماده میکردیم، یک چند نفر در داخلش نوشته کردند که برادر نمی شود که برنامه رو به وقتی دیگر به تاخیر گذاری چون شب عبادت است. از این رو من خواهش میکردم یوتیوب های خودتون رو خاموش میکردید و این لحظه خب ما آغاز میکنیم و درباره شب قدر و درباره شرح دعای آن خواهش میکردم که استاد ادهم حیدرزاده کمی معلومات میگفتند و بعد از آن انشاءالله شروع میکنیم به بعضی سوال و جواب های دیگر و برنامه ما چون پیشتره نیز گفتیم امروز نیست انشاءالله یک برنامه آزاد، صحبت آزاد با شما استادان گرامی قدر میگذرانیم تا که توانیم که به بعضی مسئله ها، موضوع ها روشنی انداخته تانیم، چون اکثریت مردم عامی این لحظه ها درباره همین شب قدر میپرسند کدام روز از شب قدر و برای چی اکثریت میگویند که محض شب 27 شب قدر است، یا اینکه چون چند وقت پیشتر نیز ما درباره شب‌های تاق گفته گذاشته بودیم، اما اکثریت مخصوص همین یک شب را انتخاب کردند و میگویند یک شب از شب عبادت. و درباره همین کوتاه شرح میدادید استاد انشاءالله و بعد از آن باز صحبت ما را با سوال و جواب های عادی تر انشاءالله که دوام خواهیم داد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، بینندگان عزیز، هر کسی که با ما در این ساعت قرار دارید، از الله تعالی مسئلت میکنم که جلوگی شما را از قطار آنهایی گرداند که این شب را دریافت کردند، کامیاب شدند و از برکات و خیرات این شب بهره‌مند شدند. این سوالی است که برادر عزیز چند شب است که در اطراف این چیز ما صحبت داریم، مثلا صحبت الهیده یا با شما بعضی برادر و استاد برمودن صحبت داشتن، لیکن البته این موضوع تکرار بابم هست،
چون موضوع خیلی موضوع مهم است و از ما یک دقت خاصی طلب می‌کنه، چون این شب استثنایی است، شب عادی نیست. یک شب است که در حقیقت از دیگر شب‌ها به کلی فرق می‌کند. این شب هست که به قدرترین، به شرفترین شب حسابیده بشود و کسب کردن این شب، کسب کردن این قدر را این شب به سبب قرآن کسب کرد. قرآن بود که این شب را از دیگر شب‌ها شب استثنایی قرار داد و الله تعالی در یکی از همین شب‌های رمضان این قرآنش نازل کرد و اون شب به همین سبب نام قدر رو گرفت. و در تفسیر قدر بسیار سخن‌ها هست، لیکن میگن که از همه تفسیرهایی که مشهورتر از 4 تا هست. یکی این است که این شب برای اینکه شب با شرف است، برای اینکه کتاب با شرف به دست فرشته با شرف و پیامبر با شرف صلی الله علیه و سلم برای امتی با شرف نازل شد. یکی دیگر میگن که خیلی از ابن عباس اومده این شب شبی هست که در این شب تقدیر انسان ها از لوح المحفوظ به آسمان دنیا آورده میشد و گویا که هر یک انسان از دیلویش برای فرشته سپرده میشد و فرشته از یک سالینه کاری که انسان میکند با خبر میشد و اون رو در گویا که جریان میکند و اون چیزی که باید کند میکند. این چیز درباره برق باران و درباره هوا و همه اینها در یک سال آینده فرشته ها که با خبر میشوند. اینو برمی گفتن که این شب تقدیر است. بنابراین میشه گفت که این شب تقدیر ساز است و از ما نیز طلب کرده میشه که در این شب بسیارتر دعا کنیم، نیایش کنیم، زاری کنیم، از خدا بپرسیم که ما رو در این شبی که تقدیر بنده هاش حل میکند، بنده هاش گویم که تقدیر یک سالشون حل میکند، به همین دعاهایی که میکنیم اگر مبادا خدا ناکرده در اون تقدیری که آمده ایستاده است یگان بدیه باشه، یگان مصیبت باشه، خداوند آن چیز از ما دور کند یا که برای ما سبک کند الله تعالی و برای هر یک شنونده. استاد میگفتید استاد هم که در آغاز سوال نیز من گفتم فقط در همین شب 27 رو باید انتظار شویم یا اینکه در دیگر شب‌ها نیز عبادت کنیم؟ یعنی مردم این رو میخوان بپرسند. البته پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث هم داشت گفتن که التمسوها فی العشر الاواخر، یعنی وقتی که درباره شب قدر پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شدن گفتن در دهه آخرش تلاش کنید همین شب ان شاء الله دریاب میکنید. لیکن شب رو به عینش پیامبر صلی الله علیه و سلم معین نکرد. در بعضی روایت ها هست که شب‌هایی که بسیارتر امید می‌رود که اون شب‌های قدر باشد شب‌های تاکش هست، یعنی که شب 21 23 25 27 29 همین بسیارتر میگن. با بعضی روایت ها اومده است که میگن که 7 شب آخرش شب‌های تا 23 25 27 بعد 29، یعنی که بعد از 23 اون طرف. توی روایت دیگری هست از امام احمد اومده است که یک صحابی میگه کمتر سال خورده‌تر بوده است، میگه پیامبر خدا آخه من قوتی نماز دراز خواندن ندارم، طاقت ندارم که من این 10 شب زندگی کنم، چیکار کنم؟ یگان شب که همون شب من بیدار شدم پیامبر گفتن که هفتم نباشد هفتم گفتن به همین شکل، یعنی که نباشد هفتم شب عبادت، یعنی که 7 شورا به همین چیز است. و ابن عباس هم و بعضی صحابه هم بعضی شخصیان بعض که کلمه های آیت شمردن و آیت شمردن که به 27 رو میگه تماشایی، لیکن بسیارتر همه میگن که شبی امیدوارترین این شب 27 است. البته به هر حال دعا میکنیم که الله قبول کند عبادت ما و شما را. و درباره دعاها که تا ذکر میکردید که کدام دعاها را در همین شب میخوانند به غیر از مثلا نماز گذاشتن و کدام دعا؟ یعنی که شریعت اگر هم خیلی ببینیم که هر یک موسم دعای خاص خودش دارد. مثلا روز جمعه دعاش صلوات است، در مثلا ذکری روزهای دهه ذوالحجه گفت لا اله الا الله وحده لا شریک له تا آخرش. این چون برای این شب شریعت یک دعای خاص جامع مانع قرار داد، یعنی که دعای کوتاه از حضرت عایشه امام ترمذی روایت میکنه که میگن که ارأیت ان علمت ای لیله هی لیله القدر ماذا اقول فیها، یعنی که حضرت عایشه میگن که اگر من دونم که کدام شب قدر است، از این جمله اگر دونم که بعضی علما تا حتی میگن که
از این معلوم میشه که خداوند برای بعضی بندگانش همین شب علامتش نشان میده. یعنی انسانایی که با خدا نزدیک هستن، انسانایی که خیلی که در عبادت پیشرفته هستند و زبردست هستند، الله تعالی احتمال است که بعضی ها رو روشاد کنه. چون که وقتی حضرت عایشه مادر ما این سوال دادن، پیامبر این جمله رو انکار نکردن. یعنی جمله که اگر من فهمم که همین شب قدر است چی دعا کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن اگر تو همون شب رو دریافت کردی، بفقولی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یعنی خدایا پروردگارا تو بخشنده هستی، عفو کننده هستی، گذشت کننده هستی و گذشت کردن و عفو کردن رو دوست می‌داری، پس مرا عفو کن. یعنی که همین جمله کوتاه هست. حتی از ابن القیم اومده است که میگن که اگر انسان وقتی که همین شب قدر میستد، در حقیقت بعضی وقت انسان سراسیمه بشه که چی دعا کنم و از خدا چی پرسم، اینکه دعاها در کلش آمیخته میشه. میگه که اگر همین حالت به گرفتار شده، میگه همین کلمه، همین دعای انک عفو تحب العفو فاعف عنی کن، بس است. برای چی؟ برای اینکه اگر الله تعالی تو رو عفو کند، تو دیگر همون چیزایی که میخواهی که به دست بیاری به دست میاری. چون که از همه چیز مهم، غایه بزرگترین برای مسلمان این عفو است. هر که ما گناه داریم میخوایم که الله تعالی گناه پوشاند، ما گناه داریم میخوایم که الله تعالی گناههای ما رو عفو کند، ما قرض داریم قرضمون رو الله تعالی آسان کند و برآورد که بعضی ترس و خوفایی داریم که از الله تعالی دعا می‌کنیم، مسئله می‌کنیم که در این شب اون خوف و اون ترس و وهم از دل ما دور کند. یعنی که این شبی هست که الله تعالی عطا میکند. الله تعالی در حدیث اومده است که میگه که پیامبر صلی الله علیه و آله در شب رمضان میگن در شب‌های رمضان درهای جنت گشوده میشود. بعد میگه ولله یعتقاء من النار و ذلك كل لیله. در این شب، در این ماه و هر شب انسان‌هایی هستند که از دوزخ آزاد میشن. یعتقاء من النار، انسان‌های آزاد شده هستند. خداوند سر آنها رو، جسم آنها رو از دوزخ آزاد میکنه. بنابراین خصوصا در این شب و ما دیگر در طول یک سال آینده فقط 3 شب دیگه داریم که در اون درهای جنت شده هست و هر شب، هر 3 همین شب آینده انسان‌هایی هستند خوشبخت و نیکبخت که تعالی آنها رو از دوزخ آزاد میکنه. ولله عتقاء من النار و ذلك كل لیله. هر شب رمضان مسئله میگیم که الله تعالی ما رو از جمله همونها گردونه، از جمله اونها گردونه که در این شب بگیم که اونها رو الله تعالی از آتش دوزخ آزاد کرد. که این از همه بزرگترین رستگاری برای انسان همین است. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. کسی که از دوزخ بیراهی کرده شد، از دوزخ دور کرده شد و کامیاب به بهشت شد، این چیز از رستگاری بزرگ است برای بنده. بنابراین این دعا رو برادر عزیز تا میتوانیم بسیارتر به همین دعا تکیه کنیم. یعنی که کمتر برادر عزیز آداب دعا این است که پیش از اون که دعا کنیم باید پیش خدا ایستیم. گویی که در پیش دری هستیم که باید در ما تق تق داریم. این دری هست که همیشه گشوده است. این دری هست که شر نمیدونیم از تق تق کردنش. این دری هست که ما رو ساختگی است. این دری ذاتی هست که ما رو ساخت و از ما طلب کرد که ما از او پرسیم و دوست میداند که ما از او پرسیم. خداوند که به مدح و ثنا شروع که الله تعالی مدح کردن دوست میدارد و مدح خودش شنیدنش هم دوست میدارد. خودش مدح کرد. اون مدح کرده است الحمدلله رب العالمین، حمد و ثنا خدایی که خدای عالمیان است. و به دیگر شیوه ها الله تعالی خودش حمد میکنه، ستایش میکنه. بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، سازنده، آفریننده، پروریننده آدم ها و آسمان ها و زمین ها و غیره. این شیوه یعنی به شیوهی که انسان میخواهد خوشامد کند پیش خدا، خوشامدگویی کند تا میتواند خدا رو ثنا گوید، مدح گوید. بعد از اون با پیامبر از صلوات فرستاد که الله تعالی این را نیز دوست می‌دارد. در قرآن ما را امر کرده است که پیامبر صلی الله علیه و صلوات فرستیم. بعد از اون برادر عزیز مایده قدم به قدم بعد شروع می‌کند پرسیدن حاجت هایی که از خصوص، یعنی که عمل های می‌کند. بعد الحاح زدن، مثلا گریه کردن، بسیار از خدا به الحاح پرسیدن. و با بالای این باید انسان یقین داشته باشد که این دعایش قبول است. خیلی که در حدیث پیامبر گفتن که ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. خدا را اونطور دعا کنید که شما یقین داشته باشید شما قبول
میشود. بنابراین در این شب برادر عزیز سخت کوشش کنه که از خدا با پافشاری پرسه. هر چی داره 10 بار 20 بار 100 بار میتونه از خدا همین چیزا پرسیدن گره که خدای تعالی هیچ وقت ملالش نمیکنه. برعکس خداوند اگر نپرسه برای تو غضب نکنه. چه در حدیث ابن ماجه اونده است من یسأل الله لم من لا یسأل الله یغضب علیه. اگر خدا رو نپرسد خدا بونی و انسان خشم و غضب میکند. بنابراین پرسیم از خداوند ان شاء الله دعای ما رو اجابت میکند و از همه مهم از خداوند پرسیم که ما رو عفو کند و ما رو از جمله آزاد شدگان از آتش نار گرداند. و خلاصه همین است برادر. به فکرم وقت ما کم است و الا میخواستیم با کس صحبت کنیم. بله لیکن بله ان استاد شاء الله گرامی استاد عزیز تشکر. شاید اون تعلیقات دارن بعضی شاید چیزی که فراموش کردم استاد یادداشت میکنن اینجا ان شاء الله بزرگواران اگر بله عمل اگر باشه. علاوه باشد و گفته هاشان علاوه میکنیم و وگرنه باز اینجا مردم علاقه سوال کردن. مردم میگن که تماشابینان میگن که بیایید استادان سوال و جواب گذارانیم، یعنی تشنه هستند به بعضی سوال هایی که مربوط است به شب‌های آخر رمضان و همچنین به زکات فیتر و همچنین باز بعضی صدقه های فیتر. و از این رو من خواهش میکردم اینجا درباره حکم زکات فیتر و مقدار واجب کوتاه گفته میگذاشتید. من استاد عطاالله منانی را خواهش میکردم اگر محمد صدای شما. خب محمد استاد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برای شما برادر عزیز و اینچنین با استادان و به هر نفرانی که این لحظه های بسیار پربرکت ما را مشاهده میکنند، الله سبحانه و تعالی این نشست ما و شما را نشست مبارک، نشست مغفور و نشست گرداند که همراه ما و شما ملائکه ها انشاءالله یک چنانه که در روایت ها آمده است یک وجب یا یک مقدار جای نمیماند که در زمین در آنجا ملائکه نباشند. الهی الله حق سبحانه و تعالی همین طور گرداند همراه ما و شما ملائکه های رحمت همراهی کنند. و پیش از آنه که به سوال شما جواب دهم یک شرح کوتاه یا یک چیز علاوه کردنی خواستم به سخن استاد. همون دعایی که گفتند از رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانه که ما بسیار شنیدیم از پیامبر صلی الله علیه و سلم عایشه روایت میکنند که چی گویم چی گفته دعا کنم، پیامبر صلی الله علیه و سلم همون دعا را تعلیم میدهند برایشان و برای ما امتان که بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا تو عفو کننده هستی، عفو کردن را دوست می‌داری، مرا عفو کن. امام غزالی رحمت الله علیه میگویند که فرق بین عفو و مغفرت چی است؟ همینجا ما مغفرت گناهان، آمرزش گناهان را میپرسیم، در اینجا عفو آمده است. میگویند که فرق در این البته نزدیک است، اما مغفرت معنای مغفرت این است که ستر کردن است، اما عفو باشد پررگی به پررگی شستن و تازه کردن است. ببینید امشب ما گویا دعا میکنیم که الله تمام خطاها، تمام گناهها، هر آن نقصانی که از ما صادر شده است، هر آن تقصیری که از ما صادر شده است، همه آن را عفو کن، یعنی پاکیزه گردان، یعنی تازه گردان، یعنی ما را بشوی، با رحمت خود بشوی. الله حق سبحانه و تعالی دعا کنیم که این لحظه های مبارک هر یکی ما را پروردگار را تازه بگرداند و با رحمت خود بشوید. خوب بهترین گفتید یعنی که اگر عبادت همگان عبادت سالم باشد، عبادت خاص به خاطر الله باشد، دیگر گناهاشان پوره شسته می شود. شسته می شود. بله. روایاتی که شما گفته بودید. بله الله دعاهای هر یکی ما و شما را اجابت گرداند. امشب شب اجابتی دعاست و بسیار امروز هم میپرسند صدقه فطر یا خود در جای ما
فطر روزه هم میگویند یا زکات فطر هم میگویند. اول برای همگان معلوم است که زکات فطر این یک مقدار از مبلغ مالی که در آخر رمضان برای محتاجان، برای نیازمندان داده می شود و خوب این معنای صدقه فطر یا زکات فطر است و حکم این به قول علما واجب است چنانه که در حدیث ها آمده است و البته کمی اختلافی نظر دارند دانشمندان. موافق قول ابو حنیفه رحمت الله علیه واجب میگویند، اما باز یک قسم علما این را فرض گفتند. خب این فرض و واجب یک اصطلاحات فقهی است که مردم عوام نیاز به چی ندارند. البته هر دو حتمی است، هم واجب هم فرض حتمی است و دلیلش را حدیث های بسیار است که هم در صحیح بخاری، در صحیح مسلم و اینچنین در دیگر کتاب های سنن روایت شده است که از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. و در روایت امام بخاری و امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه روایت شده است. یعنی معنای حدیث چه است؟ معناش همین است که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای هر مسلمان، خواه مرد باشد، خواه زن باشد، خواه آزاد باشد، خواه غلام باشد، خواه خردسال باشد، خواه بزرگ باشد یعنی کلانسال باشد، بر آنها مقرر گردانیدند یک پیمانه، یک چینک مقدار، یک پیمانه از خرما و یک پیمانه از جو همچون صدقه فطر داده شود. فرض گردانیدن میگویند یا مقرر گردانیدن میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم. این حدیث را عبدالله ابن عمر روایت کردند. اینچنین در دیگر حدیث ها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی میگویند که زکات الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث و طعمة للمساکین. یعنی معنای حدیث چه است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که همین زکات فطر ما یک ماه روزه میگیریم، همین خلال یک ماه انسان در روزه هاش کمبودی میشود و شاید چنانه که در حدیث آمده است من الرفث واللغو یگان سخن قبیح گفته میموند، شاید یگان سخنهای ناشایسته گفته میموند، همین ها را پاکیزه میکند. هر نقصان، هر کمبودی که در روزه ما در ماه شریف رمضان صادر شده است آن را پاکیزه میگرداند. و طعم للمساکین، روز عید برای مساکین، برای نیازمندان، برای فقیران و کمبزاعتان چی می شود؟ یک طعام می شود، یک هدیه می شود، خوشحالی می شود. و در دیگر روایت ها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه همین روز عید همون انسان های نیازمند، انسان های کمبغل را ما پرسیدن برای حاجتشان را براریم تا اینکه رفته از هر جا نپرسند، یعنی دست دراز نکنند، دست حاجت دراز نکنند. گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنند. این مختصرا بود درباره معنای زکات فطر یا صدقه فطر و حکمش چنانه که در حدیث های صحیح آمده است. علاوه میکردید استاد عطاالله، بعضی ها حاضر که ما گفته گذاشتیم زکات فطر یا صدقه فطر، چون چند عباره رو استفاده کردیم، زکات فطر را با زکاتی که سالانه داده می شود شاید که مردم در ذهنشان آمیخته کنند، یعنی مردم عادی. و همین چیز یک چیز است یا اینکه علاهیده است زکات سالانه که داده می شود و زکات فطری که حاضر ما و شما گفته گذاشتیم؟ نه، زکات مال دیگر است و صدقه فطر یا فطری روزه دیگر است. زکات مال و حق مال است و حق مال است. انسان وقتی مالش به نصاب میرسد و باید 2.5% از همون مالش باید حتما دهد. اما صدقه فطر البته در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه گفتند که صاحب نصاب باشد، اما باز یک چند علمای دیگر
علما دانشمندان گفتن که انسان وقتی طعامی که همون روزش باشد و قدرت توانایی دادن صدقه فطر داشته باشد، باید که چیکار کند؟ این برای ماه شریف رمضان است، مخصوص برای حتی گفتیم که صدقه فطر یعنی همون آخران روزی که افطاری آخران میکنید، برای همون است. انشالله باز برمیگردیم به این. میخواستم از استاد ابراهیم باز سوال کنم. استاد ابراهیم پژوهشگری علوم اسلامی هستند و درباره حکمت ها از واجب شدن صدقه فطر یک کوتاه گفته میگذاشتید استاد. اولا خوش آمدید میگم شما را. والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. و بعد السلام علیکم در شما و در کل بینندگانی که امشب احیای لیلة القدر کرده ایستادند به امید عوف و امید نایل گشتن این همه وعده های بزرگی که از خداوند برای شب زنده داران این شب وعده شده. در حقیقت شبی است که طول سال بزرگان، سالکان، عاشقان رضای خداوند طول سال منتظر این شب می نشستند و دعا میکردند که به این شب برسند و صحت و سلامت به این شب سرفراز شوند. نعمتی است، واقعا نعمتی بی‌بها. و خوشا به حال نفری که در این لحظه ها بیدار است، با نماز است، با ذکر است، با تلاوت قرآن است، با حلقه مثل حلقه که شما ترتیب دادید، حلقه علم، حلقه آموختن احکام شریعت است که همه اینها عبادت هم. بله، فقط تنها یک نکته را اشاره کردنی هستم که در مورد عوف گفته شد، عوف و بخشش خداوند، که چنین وعده ها در بعض عبادت های دیگر نیز، مثلا در نماز جمعه، در خود روزه‌داری، در احیای شب قدر، در تراویح این ماه، این حدیث ها صحیحاً و همه در صحیحین وارد شده. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی این وعده مغفرت که وارد شده، هر شخصی که ماه رمضان را روزه دارد با ایمان و اخلاص و نیتی ثواب و قصد حاصل نمودن اجر و ثواب، یا ماه رمضان را تراویحش را خواند یا شب قدر را احیا کند، مغفرت وعده شده. در حقیقت مغفرت خدا. اما باید آمیخته نکنیم دوستان و بینندگان عزیز که اینجا منظور گناه های صغیره است، گناه های خردی که هر کسی از اینها خیلی زیاد داریم. اما گناه هایی که کبیره هستند، فقها میگویند هر یک احتیاج به توبه خاص دارد و گناه هایی که به حقوق دیگران متعلق باشد باید اون حق ها بازپس گردانده شود. فقط کفایه نیست شخص شب قدر شیند یا طول ماه رمضان روزه دارد و به این امید که اون مال و اموالی که از مردم خورده، اون اذیتی که مردم را رسانیده، اون تهمت و بهتان و غیبتی که کرده، نباید آمیخته کنیم. این وعده های مغفرت برای گناه های خردند. یعنی ما در شریعت دو نوع گناه هست، یا گناه صغیره تقسیم کردن علما و گناه کبیره. کبیره ها گناه هایی هستند که انسان باید پیش خدا برگردد و خاص برای هر یک گناه توبه کند. بله، امید است که البته بعد توبه او مغفرت شود و بخشایش برای اون نصیب گردد. اما با مجرد این جمعه و این شب قدر و این رمضان و اینها نباید. بعضی نفرها شاید این خیلی گناه های کبیره دارن، اما با تکیه کردن به چنین وعده ها شاید که فریب خورند. یعنی در حقیقت باید که دقیق بیان کرده شود. بله. اما در مورد صدقه فطر باشد دوست عزیز، صدقه فطر عبادت از عبادت های ما اسلام است. همون گونه که میدانیم و شنیدیم در اسلام عبادت های هست صرف بدنی، مثل نماز، مثل ذکر، مثل تلاوت قرآن
و هست عبادت های مالی مثل زکات، پرداخت کردن زکات، مثل این برآوردن صدقه فطر. یعنی خداوند به عبادت های گوناگون بنده را آزمایش کرده، از او اجرای عبادت های رنگارنگ و گوناگون را طلب کرده و در این عبادت مثل هر عبادت دیگری، مثل هر عملی شرعاً امر شده در شریعت، البته که مقصد و هدف ها و حکمت های زیاد نهفته است. هیچ امر مشروع در شریعت، هیچ امری شریعت امر کرده باشد از عبادت ها یا نهی کرده از کارهای ممنوع، به حکمت نیست، به مقصد نیست. مقصد های دارد که برای فرد، یعنی منفعت های دارد که برای فرد برمیگردد و فرد نفعش میرسد، یا منفعت های هست که بر کل جامعه میرسد، یعنی منافع فردی هست، منافع جمعیتی هست، خوب حکمت های در اقتصاد هست، در اجتماع هست، در روان انسان. یعنی گوناگون مقصد های دارد که اینجا به بعض مقصد های این عبادت اشاره میکنیم، به امید اینکه انسان وقتی که مقصد از عبادت را درک کند، در حقیقت نگاه او به اون عبادت و روی آوردنش و اجرا کردنش نوع دیگر می شود. یک نفر وقتی که برای نزدیک شدن این صورت به ذهن ها، مثلا یک استاد اگر یک شاگرد خود را به کار امر کند، اما حکمت از اون کار را نگوید که برای چی این کار را کند، درست است که شاگرد اون کار را انجام میدهد، یا پدر فرزندش مثلا درست است که اجرا میکند، اما با آن محبت، با آن شوق، با آن دلبستگی، البته آنگاه اجرا میکند که پدر یا معلم برای او شرح دهد که این کار را پسرم یا شاگردم برای این حاصل شدن این منفعت میخواهیم اجرا کنیم، از تو میخواهم انجام دهی تا چون این منفعت دارد. بنابراین خداوند نیز از رحمت و لطفش، گرچنده حق داشت، خداوند خالق است، له الخلق والامر، حق دارد که آفریده، حق دارد که امر کند و انسان موظف است به حکم مخلوق بودنش که اطاعت کند. اما خداوند از لطف و رحمتش بیان کرده که این امر را برای چی شما را امر کرده و در این فرمان من چه فایده و چه منفعت ها برای شماست. یکمین مقصد این عبادت به خدا نزدیک شدن است. انسان به پرداخت کردن اندک مال به خداوند نزدیک می شود، چون که این واجب است. به تعبیر امام ابو حنیفه یا مذهبی حنفی و به تعبیر جمهوری فقها فرض، که آنگونه که استاد عطاالله اشاره کردن، این تنها اصطلاح برای جدا کردن در با نظر داشتی دلیلی مسئله حکم فرض می شود، واجب می شود، اما برای بنابر نظر به اجرای آن هر دو برابر است، یعنی هر دو امر حتمی است، هیچ فرقی ندارد. به این خاطر فقها تعبیر دیگر دارند، فرض واجبی حکمی و فرض عملی. از نگاه دلیل آیات یا حدیثی که تکیه میکند، چون که از فرض فرق دارد اندکه که اون را علمای اصول یعنی فرق میگذارند، از این نگاه واجب نام دارد، یک زینه پایان از فرض، اما در مسئله اجرا کردنش و حتمی بودنش از فرض فرقیت ندارد، میگن فرض عملی، واجبی حکمی و فرض عملی. بنابراین این فرض کی باشد یا واجب کی باشد، پس خداوند عزوجل در حدیث صحیح که امام بخاری روایت کرده، در حدیث قدسی میفرمایند و ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه، بنده به هیچ عمل بهتر از آن چیزهایی که من فرض کردم تقرب جستو نمیتواند بماند. یعنی بهترین راهی که به من نزدیک میشود بنده، نزدیکترین راه، این راهی همون اجرای فرضهای من است. هر نفری که خواهد به خداوند نزدیک شود، خداوند راهی نزدیک شدن به خودش را بیان کرده، واضح اجرای فرضهای من گفته، اجرای واجباتی من. پس یکمین مقصدی که حاصل می شود از ادای صدقه فطر این است که انسان به خدا نزدیک می شود و اگر غیر از این مقصد، غیر از این نفع، هیچ نفع دیگر نمی بود، باید انسان این عبادت را بچون و چرا با یک شوق و شور انجام میداد. تشکر زیاد و خیلی خوب شما ذکر کردید و انشالله حاضر باز بعضی سوالهای دیگر از گفته های شما پیدا شد و انشالله من دیرتر اون سوالها رو پیشنهادتان میکنم استاد. و اینجا یک سوال دیگر،
استاد ادهم حیدرزاده، به چه کسانی صدقه فیتر واجب است؟ یعنی به کی؟ چون خود حاضر در داخل چت ما در این مسئله خیلی زیاد سوال ها آمده است. به کی صدقه فیتر واجب است؟ میکروفونتان درست شد. مرحمت. خب عزیز، برای که کسانی واجب است، این البته شریعت ما میکنه، صاحب شریعت ما میکنه که برای کی زکات یا اینکه زکات فیتر واجب است. حدیثی که در اینجا گذشت چند بار استاد ذکر کردم، زكاة الفطر صاع تورع صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. این حدیث امام بخاری است که اینجا وقتی وجود بودن زکات فطر بیان کردن پیامبر اعظم گفتن هم برای بنده یعنی که غلام، هم برای شخص آزاد، هم برای زنک، هم برای مردک، هم برای بزرگا، هم برای مایده ها از مسلمین من المسلمین قید کردن. این حدیث بخاری است و در حدیثی که امام بخاری و محمد روایت میکنن از ابو هریره میگه که یک قید دیگر اضافه است، میگه که فقیر او غنی، خواه بای باشد خواه کغل. یعنی که این زکات فطر از اون زکات فرق دارد، چون که این زکات برای همه واجب است، برای هم مرد هم زن، هم بزرگ هم کمبغل، هم بای، هم انسانی پیر، هم جوان و هکذا. همه خیلی شرح آمده است در حدیث. اگر در زندان باشد هم محبوس، وای هم برای وای هم واجب است دادن صدقه فیتر. بله، انسان اگر توانایی داشته البته برای واجب است، چون که مثلا زندان های حاضر رنگ زندان های پیشتر نیستن. در زندان ها مثلا انسان ها میتونن که یک مبلغ قبول کنند یا مبلغ انتقال کنند، این برای اونها آزاد است. برادر عزیز، یعنی که آنها می توانند وظیفه دار کنند یگان نفر رو از بجای خودشان صدقه فیتر رو میتونن وکیل کنند کسی رو بجای خودشان، یا اینکه خودشان به واسطه به اون کس رسانند. تشکر زیاد و برمیگردیم انشاءالله باز به سوال ها برمیگردیم. یک سوال دیگر به چیز دیگر بود اکمل جان. بله تاکید کردن درباره این چیز، یعنی همین چیزا وقتی که ببینید اگر روزه میگن که روزه این یک نمود همدردی و همبستگی انسان‌های که سیر، انسان‌های بای برای کمبغلا هست، لیکن در آخر وقتی میبینیم همه برابر میشن، زکات میتن یک قسم بغیر اون آدمایی که در شرایط وضعی هستن، مثلا فقط یک روزه تمام دارن، اونها رو استثنا کردن. همیشه میگن شریعت حتی انسان‌هایی که نادار هم هست یا که کم هست دارایی‌اش، اونها رو هم به صدقه کردن و به گذشت کردن ترغیب میکنن. تو بعضی مذهب‌ها میگن که زن زکاتش باید خودش بده اگر پول داشته باشه، اینکه شوهرش از جانب وی بده. اگر همین مذهب میگه تو زنها رو هم ترغیب میکنه که از چی خودشون کنه. این یک نمود گویم که چی اجتماعی است که اسلام یک گویم که نظام متکامل پرره و شامل است که همه جنبه‌های حیات ما رو در بر میگیرد. در حقیقت اگر ببینیم برادر همین چیزا به طور مطرح کرده است که این در یگان دین یا در یگان جامعه نمیبینیم. یعنی مثلا انسان‌هایی که حاضر سال نو جشن میگیرن آیا به کمبغل همدردی دارن همون؟ مثلا یا که دیگر ایدی یکم بار ایدی کارگر این دور آمده، لیکن به همه کمبغلا آیا همدردی هست؟ نیست. اما اسلام این چیز واجب کرد، فرض کرد، گفت اگر کمبغل تو دستگیری بکنی اید تو اید نیست، نماز تو روزه تو هیچ فرق برای تو فایده ندارد مادام که تو همین واجب اجرا نکنی. یعنی این چیزا اسلام میگه که انسان رو همچون یک خیش نگاه میکنه که یک دیگرشو پره میکنن. چخیل در حدیث پیامبر صلی الله علیه و میگه که مسلمان ها مثل یک جسدن که اگر در مراکش اگر یکتاش درد کشد، اونو که در آسیمیون است باید دردی باید احساس کند، یعنی که همدردی باید کنه برای خودش. چنانه که پیشتر نیز گفته گذاشتن این یک حکمت‌های الهی است، حکمت‌های الله هست، چون استاد ابراهیم در باره این حکمت‌ها گفته گذاشتن و دور از این نیست. و به همین خاطر چنانه که شما گفتید هر یک کس باید که صدقه فطر را دهد. و بیایید انشاءالله باز برمیگردیم و عطاالله منانی اینجا سوال است درباره به کدام گروه آدمان باید که داده شود، یعنی صدقه فطر، یعنی به دادنش برمیگردیم.
من میکروفون شما رو خب گیران کردم. مرحمت. بسیار سوال مهم. بسیار نفرها میپرسن با فلان چی دهان میشود، با خیش تبارم دهان میشود یا با خلاصه فلانی بسمدانی دهان میشود. گفته بسیار میپرسند. البته شریعت چون که بیان کردن همه چیز رو بیان کرده است و این چیز هم بیان کرده است و علما میگویند هر نفری که زکات به او داده می شود اینچنین صدقه فطر را به او داده می شود. و در سوره توبه آیه 60 الله حق سبحانه و تعالی نفرانی که زکات گرفته می توانند یا عموما صدقات، زکات را اینچنین در قرآن خداوند همچون صدقات آورده است. می فرماید خداوند انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. این 8 گروه را الله حق سبحانه و تعالی بیان کرده است که زکات را به همینها داده می شود. اینچنین صدقه فطر را به همینها داده می شود. اینها که هستند؟ خب اینها 8 نفر هستند، اما حاضرش به عصر خدا ما گیریم تقریبا یک 4 گروه همینها هست. یکم فقیران للفقراء، فقیر انسان کم بضاعت. دوم مسکین. البته بین فقیر و مسکین علما میگویند فرقش این است که فقیر تماما یگان چی ندارد، بسیار نیازمند است. مسکین یک کمتر مال دارد. گفته یا بعضی علما عکسش میگویند مسکینن ذا متربه. گفته در یک آیه آمده است. خلاصه یعنی هر دو قریب برابرند، دو طبقه مردمی که نیازمند هستند، فقیر و مسکین. اینچنین قرضداران، انسان هایی که قرضدار هستند و این لحظه دعا میکنیم که هر نفر قرضدار را شب اجابت دعا است. الله کمک کند و از قرض رهایی دهد الله سبحانه و تعالی. و در دوام آیات الله میگوید و در راه الله تعالی اینچنین. و چهارمینش در راه ماندگان ابن سبیل. و ابن سبیل انسانایی که در راه مانده اند، مسافر هستند و یک مبلغی ندارند، نیازمند هستند برای همونها. و بعضی از اهل علم میگویند که شرط نیست که همه ها تقسیم کنیم. می شود که همون نیازمنده که محتاج است، کم بغل است، کم بضاعت است، برای همون دهی. خب برای خویشاوندان چی؟ البته میگویند که برای خویش و تبار نزدیکان دادن اگر نیازمند باشند، کم بضاعت باشد، البته درست است، اما به یک شرط. همون خویش و تباری که من کفالتش بر عهده من است، من نمیتوانم برای عهده هم. مثل فرزند، مثلا فرزند من باید حتما خودم چیکار کنم؟ خورانم، پوشانم. یا پدر و مادری که پیرانسال شدند و کار کردن نمیتوانند و کفالت آنها، زندگی آنها بر عهده من است. من باید از نام آنها دهم، نه اینکه به آنها دهم. برای همین شرطش همین است که خویش و تبار برای خویش و تبار داده می شود. به یک دیروز به فکرم یک خواهر سوال کرده بودم که آیا من برای پدر و مادرم دهم می شود؟ من در روسیه هستم و چند سال باز نمی بینم. من این سوال را پایان برآوردم. بله، عیناً میخوانم. زن میتواند به پدر و مادر خودش زکات روان کند. زن از والدان 7 سال دور است. فرق ندارد چند سال دور است، و مادام شوهر کرده باشد و نفقه او بر عهده شوهرش باشد، اگر از مال خودش باشد، از مال خودش باشد نمیتواند. برای چی؟ برای اینکه میگویند که دختر هم اینچنین باید برای پدر و مادرش نفقه کند، اما شوهرش میتواند برای همون پدر عروس و مادر عروسش، برای خوشدامنش دهد، اما خودی دختر نمیتواند از مال خود بر آنها زکات یا صدقه فطر دهد. برای همین یعنی فرق کننده برای ما چی است؟ فرق کننده همین است که آیا بر نفقه همون انسان بر عهده من است یا نیست. اگر بر عهده من باشد
من به آنها داده نمیتوانم، اگر بر عهده من نباشند من میتوانم به آنها دهم. باز اگر استادان یگان شرح یا علاوگی یا با خوشروتر یگان تعلیقاتی باشد بفرمایند، انشاءالله خوب میشد. اگر ایلوه ها باشد استادان شما ایلوه کنید و اگر نه من سوال های چند سوال دیگر آماده رسیده است، آن سوال ها را پیشنهاد کنم. تنها برادر اکمل جان در مسئله به کی واجب می شود یک ایلوه کردنیم که یک قاعده است در فقه اسلامی در شریعت باید پیش نظر گیریم که گوناگون نظری چیزی طبیعی است در علم فقه و عموما در همه علوم، حتی در علوم غیر اسلامی نیست گوناگون نظری موجود است، در علم اقتصاد، در علم جامعه شناسی، روان شناسی. به همین خاطر وجود دو نظر که یکی میگوید بر فلانی واجب می شود، دیگر میگوید که بر همه واجب می شود، چیزی نیست که انسان در تعجب شود. چرا این نکته را خواستم علاوه کنم؟ چون که در مسئله به کی واجب می شود صدقه فطر دو نظر است نزد فقها. نظری مذهب حنفی، امام ابو حنیفه، دیگر امام هایی که حنفی مذهب هستند، اینها داشتن نصاب را برای واجب شدن صدقه فطر شرط می دانند. یعنی انسان استاد ببخشید شما بهترین نقطه ها عین ها قید میکنید، اما شاید از ضعیفی اینترنتی شما باشد ما شما رو نمیبینیم، یعنی صورت شما شخ شده است. چون صدا میرد، صدا میرود ولی ما خودی کامرای شما خاموش شد یا قطع شد. چگونه است؟ خب صدا باشد من حرف زدن گیرم. بله مرحمت، چون نقطه های مهم است از این خاطر شما صدای بید ما. چون که در وطن حالا مثلا مذهبی که موردی پیروی کردن است اعتبار است، هر منطقه یک مذهبی اسلامی را پیروی میکند و این خیلی خوب است برای عامه مردم. و این مذهب میگوید که برای شخص واجب میشود که دارنده یک نصابی شرعی، نصاب زکات باشد. با اونه حالا در وطن 25,000 سامانی معین شده. چرا چون این قید کردیم؟ چون که حالا گفتیم بر واجب است، بر همه واجب است. این نظری سه مذهبی معتبر اسلام است، مذهب امام شافعی و امام مالک، امام احمد حنبل. باعث نگردد که یک نفر در وطن بیاد که این واجب بوده، یک نفر دیگر بیاد که نه واجب نیست. من شنیدم از مولا فلانی میگه تا نصاب نداشته باشه واجب نمیشود. باعث نافهمی نشود. در مذهب ابو حنیفه نصاب داشتن شرط است برای واجب شدن. اما اگر یک نفر حتی نصاب هم نداشته باشد، خواهد اگر پرداخت کند، در باز است. البته ماه انفاق است، ماهی صدقه است. ولی این نکته جا دارد که به اعتبار گرفته شود، چون که باعثی نافهمی نگردد. و بله انشاءالله باز برمیگردیم و من تا آندم به استاد ادهم حیدرزاده یک سوال داشتم و از تماشابینان، آنهایی که این لحظه ما را زیاد از 200 نفر تماشا میکنید، من سوال های بالای شما را افسوس متاسفانه خوانده نمیتوانم. از این خاطر بعد از آن که استاد جواب را تمام میکنند این لحظه، بعد از آن انشاءالله شما میتوانید خب سوال های خودتان را از سری نو نوشته کنید اگر ملال نباشد به شما تماشابینان عزیز. و تا آندم من به استاد ادهم حیدرزاده یک سوال داشتم. این سوال نیست از جانب نه تنها من بلکه تمام تماشابینان میخواهند بفهمند در مورد دادن صدقه فطر اگر در بعض شهرهای دیگر قرار داشته باشند، آیا میتوانند که صدقه خودشان جایز است که صدقه خودشان را به مثال تاجیکستان روان کنند یا به افریقا روان کنند؟ خودشان مثلا در اروپا هستند یا در روسیه هستند. خب پیش از جواب دادن من مسئله این که استاد تاکید کردم، من رسمی میخواستم در اطراف این چیز گپ زنم، اما بس بدون که وقت کم است و فشار بالامون زیاد است، مثلا فشاری وقت هم برابر من اشاره نکردم. در حقیقت تو مذهب است، مذهبی که میگوید که مثلا برای همه واجب است، مذهبی که نصاب شرط میده که بیشتر در جای ما رایج است. و کسی که اگر
در این مسئله مثلا گفتیم استاد در این وسیع هست انشاءالله اونجا اختلاف و کشمکش نیست. اما مسئله نقل زکات باشد، یعنی که زکات رو از شهر به شهر دیگر بردن، از دولتی به دولت دیگر برده دادن. اصل این است که برادر عزیز زکات باید زکات فطر در همون دولتی که به قول شما فرض شد در همونجا تقسیم کرده شود. مثلا شما در تاجیکستان هستید باید در فقرای تاجیکستان تقسیم کرده شود، مسکین مساکین، یا اینکه در روسیه باشه در اون مسکینان روسیه تقسیم کرده شود. اصل همین از شریعت همین چیز میگه، چون که فرقیت این از زکات مال فرقیتش در اون است که زکات و زکات از مال است، اینجا زکات از خود شما هست، بنابراین کجا قرار دارید همونجا بهتر میگن اصلا. اما اینم خودی هم مسئله پیشی که برین، اینم مسئله اختلافی است. یک گروه علما میگن که میشود، یک گروه علما میگن که نقل زکات ممکن نیست، مطلقاً ممکن نیست. اما گروه دوم مثلا امام اعظم رحمت الله علیه و شاگردان رو میگن که نقل زکات ممکن است به شرط، بعضی شرط‌ها رو میگن. مثلا میگن که اگر انسان در یک جای قرار داره، شهر قرار داره، لیکن در دیگر شهر خویش و تبارش از اقرباش است، برای خاطری بگیم که سیلی رحم رعایت کردن و پیوند خویش رو مستحکم کردن، برای اونها این زکات فرستادن جایز است. و غالبا اگر همون دولتی که مثلا یک جو دولت است اونجا کمتر مردمش بایترن یا دولت دیگه بیچاره ترن، میشود که زکات فطر اونها که مثلا محتاج کمتر است و جاهای انتقال میگه در اونجا محتاج بسیارتر است. بنابراین اینجا برادرم من خوندم که میگه که من در روسیه هستم میتونم که به تاجیکستان زکات فطر ما گوشت کنم، البته ان شاء الله میشود. با خصوصا اینجا وقتی که مسئله خشتباری شد و مثلا سیلی رحم شد، شما دو اجر میگیرید، هم اجر زکاتتون هم اجر سیلی رحم به جا آوردنتون. بله، چون شما گفته گذاشتید استاد گرامی، واقعا این پوشیده نیست. در بعض مکان موضع ها، مثلا در جایی که ما قرار داریم در یک قسمت اروپا، تقریبا که کمبغل نمیابید، کمبغل ندارد مردم، یعنی که به کلی کمبغلان دولت کمک میکند. از این خاطر نیاز ندارد، یک نیازمند را یافته نمیتونید به جز آن که مثلا در نزد مغازه ها میشینند و پول طلب میکنند. اونها نیز خانه های قصرهای خوب دارند و قصرهایشان را در به واسطه تلویزیون ها نشان میدهند، یعنی اینجا میبیان طلبندگی میکنند اما قصری خوب دارند در مثلا دولت های رومانیا و دیگر همسایه دولت ها. عموما کلا وقتی که کوچه میبروی کمبغل میکوی تقریبا کیاف نمیشد، به نهایت کم است. به همین خاطر اونها باید چیکار کنند؟ اونها مجبور میشوند که انتقال کنند مبلغشان را به دولت هایی که نسبتا کمبغلاش زیاد است، یا به تاجیکستان یا اینکه به دولت های افریقایی. به همین خاطر اگر این را استادان دیگر نیز علاوه کردنی باشه در همین موضوع، چون این موضوع خیلی مهم و مردم نیاز دارند به همین موضوع. آیا که شما گفتید اختلاف فکرها هست، اگر که مثلا ما روان کنیم به جای کمبغل نشین اجرمان کم می شود، سوال پیدا می شود. به همین روشن‌تر میکردید انشاءالله. بیان کنم از من در این میان قطع شد، نمیدونم بیان کردن شاید، یعنی انتقالش بدون سبب بدون عذر شرعی مکروه است، از جای به جای دیگر کوچانیدن. اما وقتی که در شهر دیگر فقیرتر عمر به سر میبرد، در شهر دیگر خویش و تباری او هست، در شهر دیگر شخصی است که شخصی صالحتر است، حتی درست در شهر او در دهه او شخصان فقیر هستند، ولی در دهه دیگر در شهر دیگر شخصانی است که در صلاح و تقوا و در ادای عبادت بهتر از آن فقیران اطراف او هستند. البته نان و طعام شخصانی که به عبادت مشغول هستند تامین کند و اون نعمتی که از او استفاده می شود در راه طاعت صرف کنند، البته اجرش بیشتر می شود. گرچه اینجا با یک اعتبار دیگر هم هست که شخصی که التزامش ضعیف باشد هم به دادن صدقه فطر اگر او را دلگرم کند به طاعت، البته باز اینجا بهتر است که در همون فقیری اطراف خودش دهد. تنها یک مسئله دیگر از این مسئله به میان می آید، مسئله انتقال دادن صدقه فطر یا زکات. مسئله مهم از جا دارد اشاره شود که انسان وقتی که زکات خودش رو میخواهد حساب کند، خودش در شهر دیگر باشد و
مالش مثلا در شهر دیگر، فرض کردیم مالش در روسیه در تجارت است، در مزاربه است، خودش در وطن عمر بسر میبرد، یا برعکس خودش در خارج است، مالش در وطن. وقتی میخواهد حساب کند مالش به نصاب رسیده یا نرسیده، حسابی همون شهر را باید در نظر گیرد، حسابی اون شهر اعتبار دارد که مالش در آنجا قرار دارد، چون که حسابات گاه فرق میکند. مثلا نرخ طلاست، اصلا معیار معین کردن این نصاب نرخ طلاست، 85 گرم طلا چه مقدار مبلغ میشود. اگر مالش در تاجیکستان است باید که نرخ طلا در تاجیکستان را حساب کرده شود. اگر مالش در اروپا است باید اروپا، در امریکا است. یعنی در مسئله زکات سالانه محلی یا مکانی که مال آنجا قرار دارد اعتبار دارد. اما در مسئله صدقه فطر جایی که خودی صدقه دهنده قرار دارد اعتبار دارد. به معنی که یک نفر در امریکا است، صدقه فطر در آنجا مثلا $50 می شود، مثلا در فرض کردیم تاجیکستان صدقه فطرش 10 سوم 50 سوم، نباید به حسابی تاجیکستان پرداخت کند، بلکه به حسابی همون کشوری که صدقه دهنده اون به سر میبرد اونا کجا انتقال میتد کار او، اما حساب باید که چون که صدقه فطر همون که استاد اشاره کردن تبع للبدن میگن فقها، یعنی این تابع بدن است، صدقه بدن است. صدقه زکات مال وطن مال را نگاه میکند، صدقه بدن وجودی صدقه دهنده را که در کدام کشور است. یعنی که خودش رو کس فریب کرده نمیتواند. اینجا این خود فریب کنی است و بله خود فریب کنی است و باز گویا که الله را فریب کردنی است. اگر که مثلا در اروپا فرض کردیم زکات مال خیلی زکات فطر روزه رو معین کردن، خودی در مسجد های جامعه اینجا معین کردن، تقریبا 75 کرون است، به حساب ما این تقریبا 7.5-8 یورو است. اما در مثلا تاجیکستان که فرض کردیم گیریم خیلی فرق میکنه، 10 مراتب پایانتر است. و موافق خلاصه شما استاد ابراهیم، مردمی که از اروپا روان میکنند و تقریبا اگر که 8-10 یورو که داشته باشند صدقه فطر، باید که همین مبلغ را روان کنند. بله خب این معلوم شد. و اکنون از یک عائله تقریبا اگر 5 نفر یا 8 نفر هستند چگونه باید تقسیمات کرده شود؟ یعنی که یک نفر فقط پدری خانه همون 10 یورویی که معین کردیم روان میکنند، یا اینکه سری هر یک اعضای عائله؟ خب سوال به ما روانه باشد دوستم، صاحب عائله یا مسئول عائله از هر فردی اعضای عائله خود همون مقداری که معین شده در همون شهر باید پرداخت کند. یعنی از خردترین کودک نوزادش تا پدر مادر پیرانسالش همه را حساب کرده. همسرش، البته همسر در مذهب حنفی همسر از خودش باید پرداخت کنه، بر شوهر واجب نیست که یعنی از جای همسرش زکات فطر پرداخت کنه. بعضن این مسئله رو اگر از این پهلویش نگاه کنیم، چرا میگیم این امام ابو حنیفه یعنی زن را چرا برای زن چرا دشواری گفته خودش پرداخت کنه از شوهرش؟ نه از جانب دیگر نگاه کنیم، اگر یعنی زن را صاحب مال و ملک بودنش را اسلام اعتراف میکند، میگه صاحب مال باشد و از مال خودش میتواند که پرداخت کند. مال مستقل در درون عائله زن حق دارد که علاهیده از شوهرش و حق دارد که شوهرش را نگذارد که به مال او یعنی تصرف کند، گرچند که البته که اخلاقی زن و شوهری چیز دیگر است، اما همچون قانون همچون کادکس شرعی زن میتواند مالکیت خاص خودش را در درون عائله داشته باشد. بنابراین یعنی از هر فردی عائله باید که زکات فطر پرداخت شود. الله پاک است. اگر حاضر باز داخلش که همین موضوع داخل شدیم با سوال‌های زیاد پیدا میشه سبحان الله. اما سوالی چی است باید که جواب داده شود. اگر که شوهر مثلا خواسته باشد که به جای زن و فرزندانش همین صدقه فطر را دهد، ممکن است جایز است، یا اینکه مخصوص باید که زن خودش دهد؟ نه جایز است البته. یعنی ما وقتی میگیم که واجب نیست یعنی حتمی نیست، اگر نکند ترک واجب نکرده، و اگر نه خودی فقهایی که میگن واجب نیست
در پشت این عباره میگن بهتر است که از همسرش پرداخت کنند. تمام. من سوالی دیگر دارم به استاد عطاالله منانی. سوالی به نهایت هر روزه میپرسند مردم، آیا کی داده شود صدقه فطر؟ کی داده شود بهتر است؟ یک روز پیش از عید، 2 روز پیش از عید، یا 1 هفته پیش از عید داده شود می شود، یا اینکه بعد عید هم می شود؟ من میکروفون شما، بله بفرمایید. این را پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما در حدیث صحیح بیان کردند، چنانکه که در حدیث صحیح بخاری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من اداها قبل الصلاة فهي زکات مقبوله و من اداها بعد الصلاة فهي صدقه من الصدقات. کسی پیش از نماز عید دهد و صدقه فطر حسابیده می شود و کسی که بعد از نماز عید دهد و همچون دیگر صدقه عادی یک همچون خیرات از او قبول می شود گفتند. و در دیگر حدیث این هم در صحیح بخاری روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، پیش از اینکه مردم برآیند همون روز بعد از بامداد، روز عید بعد از بامداد اگر امکانیت باشد البته همون روز دهد افضل است، یعنی چون روز عید است، روز خرسنده است، مردم خرسنده میکنند، همراه مردم اینچنین نیازمندان همون نفرایی که صدقه فطر میگیرند خوشحال میشوند و به دل آنها ما خرسندی را داخل میکنیم. اما این هم از صحابه بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنه را پسرشان روایت شده است، در صحیح بخاری آمده است که عبدالله ابن عمر میگویند که کان یعطون قبل الفطر، یعنی پیش از عید فطر، بیوم او یومین، 1 روز پیش یا 2 روز پیش عبدالله ابن عمر میدادند، چون شاید مشکل میشود همون روز عید مثلا مابین بعد از نماز بامداد چند ساعتی کم، 1 ساعت است یا شاید کمتر است، همون روز دادن شاید مشکل میشود. برای همین گفتن که 1 روز پیش یا 2 روز پیش. برای همین آخرین روزهای رمضان میتواند انسان دهد صدقه فطرش را. ببخشید. و فهمیدیم که آخرین روز بهتر است و باز هم 1 روز پیش، چون که نوکک باز از یک حدیث شما گفته اینش فهم شد. اما باز یک سوالی مهمی دیگر، پول دهند یا اینکه موافق سنت گذشته ها محصولات دهند؟ و کدامی از شما استادان اگر که همین سوال را مکملتر کردنی باشد مرحمت، چون این سوال خیلی زیاد است. خب بله دوست عزیز، در مسئله چی باید پرداخت شود صدای ما هست دوستان؟ بله شما را میشنویم. بله بفرمایید. آنگونه که در آغازی برنامه اشاره شد، بعضی مسئله های شرعی هستند در دین که اطراف آن گوناگون نظری هست و این چیزی طبیعی است در این. مادام یک دلیل قطعی از خداوند نازل نشده، یک حدیثی آشکار و واضح نآمده که باید از همین چیز پرداخت کنید، دیگر مجتهدها، امامها حتی از اصل صحابه شروع کرده در این گونه مسئله های اجتهادی، یعنی که نص قطعی، دلیلی قطعی و واضح که نباشد، البته گوناگون نظری صورت میگیرد. و این مسئله حالا که ذکر کردید از جمله چنین مسئله هایی است که اطراف آن گوناگون نظری است و بعضا متاسفانه مشاهده می شود که یک طرفی مسئله بیان می شود، دیگر طرفش ذکر نمی گردد یا اشاره می شود که این قول صحیح نیست. یعنی چند روز پیش من نوشته را دیدم، متاسفانه بسیار یک در صورت زیبا با عکس های گندم و برنج این چیزها ترتیب داده، نوشته که مبلغ پرداخت کردن جایز نیست مگر در نزد امام ابو حنیفه و بعضی علما.
و کسانی که میگن که به این چیزها دیگر مردم نیاز ندارند، یعنی پس مردم نیازمند نیستند، پس باید به دیگرها دهد. یعنی یک سخنی که اصلا از نگاه علم فقه، از قاعده های شرع خیلی دور است. دوستی عزیز و هر شنونده که حالا با ماست، در مسئله صدقه زکات فطر با همان چیزهایی که در حدیث نامبر شده پرداخت شود یا می شود در عوض مبلغ آن برآورده شود، از زمان صحابه ها گوناگون نظری است. هر کسی میخواست گندم و جو یا خرما برآورده میداد، هر کسی میخواست دینار و درهم. کسی به کسی یعنی حمله نمیکرد، کسی را نمیگفت خطا کردی، آنگونه که حالا در عصر ما متاسفانه به نظر میرسد. نباید در مناسبت با دلیل های شرعی بالای یک حرفی که در آن دلیل آمده شخص شده ایستیم. برای مثال خداوند گفته الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. کسانی که اموال یتیمان را میخورند به حقیقت آتش جهنم خوردن یا شکمشان را پر کردند. به این شکل وعیدی شدید، هشداری سخت آمده. در آیت ببینیم، تأمل کنیم که خداوند وعید داده، هشدار داده کسانی را که مال یتیمان را میخورند. الذین یأکلون اموال اليتامى. آیا میتوان گفت که کسی مال یتیم را بفروشد، لباس خریده بفروشد، مال یتیم را ماشین خریده سوار شود، مال یتیم را خانه خریده استقامت کند؟ زیر این آیت نمی‌دراید؟ نه، بلکه می‌دراید. اینجا منظور فقط خوردن نیست. آیت خوردن را اشاره کرده، دیگر چیزها را یعنی در بر گرفته، افاده کرده ایسوده است. یا آیه دیگر خداوند گفته فلا تقل لهما اف، برای پدر و مادر اف مگو. یعنی از اف گفتن پیش پدر و مادر خداوند بنده را منع کرد. چه آیا میتوان گفت که نگاهی تیز یا داد گفتن یا دشنام گفتن زیر این آیت نمیدارد؟ البته میدارد و بیشتر، گناهی بیشتر است. بنابراین نباید در روی یک دلیل شرعی، چه آیه باشد چه حدیث، همون کلمه را دیده شخص شویم و گوییم که این چیزها در این حدیث نآمده. بعضا تعجب میکنیم از بعضی سوال کننده ها که وقتی که جوابش رو میگیرد میگوید استاد یا داملا در این مسئله یگان حدیث هست یگان آیه هست. شرط نیست و ضرور هم نیست که در هر مسئله آیت یا حدیث باشد. آیت و حدیث هایی که به مسئله های شرعی دلالت میکنن محدودند و واقعه ها نامحدود است. بعضی چیزها از آیه هایی که در مسئله چیزی آمده به 100 چیز دیگر دلالت میکند، به 1000 چیز دیگر دلالت میکند، از آن دلیل شرعی حکمش گرفته فهمیده میشود. از جمله همین پرداخت کردنی پولی گندم یا اینکه جو یا خرما در عوض خود این چیزها. این یعنی منظورتان سختگیری نکنیم استاد، و اگر که کسی توانست پول دهد هم ضرر ندارد. ببینید یعنی دوستان، اگر من میخوام مثلا کمی واضح‌تر شود، چون که بسیار اطراف این بعضا نافهمی ها. 2 روز پیش تقریبا یک نفر صوت فرستاد که تا اینجا رسیده که میگویم که جز نیست، فطری تو روان نیست، باید که جو گندم یا اینکه خرما دهید. برادران عزیز، پرداخت کردن پولی صدقه فطر را نه تنها مذهب امام ابو حنیفه، مذهب امام ابو حنیفه، مذهب امام ابو یوسف، مذهب امام بخاری در صحیحشان بابی دارن که در عوض زکات می شود مبلغ دهی یا چیزی دیگر دهی. حدیث حضرت معاذ را آورده، دیگر حدیث ها دلیل می آورن. و مذهب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفه 5 راشد میگه نامه نوشت برای همون والی های شهرها که یا به پیمانه گندم و جو گیرید یا قیمتی آن را، نرخ آن را به همون مقدار پول گیرید. این مذهب ابو اسحاق السبیعی تابعی جلیل که امام ذهبی در سیر اعلام النبلا میگه عالم الکوفه و فقیهها و محدثها، این میگه که مبلغ داده میشه. امام حسن بصری سید تابعین که در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله به وای رسیدن، مادر ام سلمه اون رو کلام کردن. یکی از فقها مفسرین از زهاد عصر، بزرگترین تابعین، یعنی میگوید که اگر دینار و درهم دهد در عوض گندم و جو جایز است. مذهبی از امام های مالکی مذهب اسباغ ابن حبیب، اشهاب ابن القاسم، یعنی امامانی که به منزله امام ابو یوسف و امام محمد اند، در چگونه که در مذهب ابو حنیفه
شاگردان بزرگوار مجتهد امام پروریدند، امام ابو یوسف و امام محمد. در مذهب امام مالک نیز ابن القاسم هست، الاسبغ و اشهب هست. اینا میگن که مبلغ پرداخت کردن جایز است. یعنی جایز بودنی پرداخت کردن مبلغ مذهب یک نفر دو نفر نیست، هم ضعیف است، جایز نیست و باید حتما این جو گندم برآورده شد. اصلا در مسئله صدقات منفعت فقیر به نظر گرفته شده دوستان. منفعت فقیر چیز در عصر ما اون زمان که جو گندم و خرما پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن براره، به اعتبار همون عصر که دینار و درهم خیلی نادر بود، نه هر کس این پولهای تنگه ها را داشت. چیزی آسان برای مردم برآوردن خرما و جو گندم بود. اما اینکه عصر دیگرگون شده، جای اینها را پول گرفته و فقیر جو گندم گرفته، چیکار میکنه؟ آسیاب گفتن را آرد کند یا اینکه در کوچه خریدار جستجو کند که فروشد و اون پول را لباس خرد، لباس ایدانه، یا راه کرا کند، یا پولی آب و برقش دهد. یعنی چیزهای در زمان ما به وجود آمده که انسان به پول نقد بیشتر نیاز دارد. بنابراین فقها میگن که بهتر است پول پرداخت. امام سرخسی مثلا در مقصود، حتی شیخ الاسلام ابن تیمیه که به نهایت این نفرانی که بعضا سختگیری میشود، حمله میشود به مذهب، سخن این امام بزرگوار را اعتبار میدن. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگوید که ببیند اگر جو گندم به منفعت فقیر باشد جو گندم دهد، اگر ببیند که پول به نفع فقیر باشد پول دهد. اینقدر مسئله یعنی در اون ما البته که ما نمیگیم حتما پول دهد. یک نفر اگر ببیند که فقیره به میز یا که به خرما یا به گندم نیاز داره، خواستن دهات مثلا میلش بگذار. بله هر چیزی که مهم که یک نفر مادام در مسئله دو نظر است، دو نظر معتبر از فقهای بزرگوار، نباید که یک نفر به یک نفر دیگر بیاد که تو خطا کردی، تو کارت نادرست. اینش کاری نادرست است. تمام، دیگر فهم شد، دیگر معلوم شد. سختگیری انشالله که نمیکنند اونهایی که صدقه فطر میدهند. و اینجا بیاید سوال ها اومده رسیده، چون مردم به نهایت زیاده 300 نفر تماشا دارند. سوال ها پیشنهاد کردن ناامید نباشند. اینجا یک چند سوال های به نهایت خوب هم هست و ما گفته گذاشتیم. به هر حال یک بار دیگر انشالله که تکرار میکنیم. اینجا یک نفر خب گفتند من سوال را در چیز برآورده کردم. اگر از معیارهای معین زیاد پرداخت شده، اگر زیادتر پرداخت کنی چی است؟ یعنی می شود یا نه؟ بفرمایید داملا تاخان، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، البته می شود که انسان شرط نیست که همون مقداری که معین شده است همون دهد. می تواند که انسان زیاد دهد از وی معین شده. فمن تطوع فهو خیر له. الله میگوید که کسی باز اگر زیاد خواهد پس برای او بهتر است. البته شرط نیست که ما همون مقداری معین شده رو دهیم. و چقدر که این ماهی چی است؟ ماهی خیرات است. پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند یک بادی که تیز میوزد مثل همون خیرات میکردند. و اینجا خوب این به فکرم این سوال مختصر جواب داده معلوم شد. یک نفر وقتی من وقتش را بیان میکردم سوال کرد که همونجا من دیدم گفتند که من بر وقت دادم. همینجا یک نقطه را اشاره کردنی هستم که علما میگویند که بعد از درآمدن ماه شریف رمضان میتواند صدقه فطر را دهد. الکی بعد از درآمدن میتوانی همون را پیشکی دهی. ما فقط گفتیم بهترین روزش یک روز دو روز پیش از عید فطر گفتیم. و همین مانند یک سوال دیگر از آمینه سفر و آمده رسیده است. گفتند که اگر در دهه رمضان فطر روزه را دهی چی میشود؟ من و یک عمک معیوب داشتم و صاحب فرزند هست، قابل کاری ندارد، یعنی کار کرده نمیتواند. آیا قبول میشود که با وی فطری روزه را داده باشد؟ بله میشود. همین ماه رمضان از همون یکمین روزی که آغاز میشود تا نماز عید انسان میتواند که فطری روزه دهد، فطری روزه اش را دهد. و
حتی البته پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که در حدیث گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم تا نماز عید گفتن، ولی علما وقت شرح میدهند میگویند که وقت واجب شد، مثلا فرضاً یک انسان نتوانست تا نماز عید برآوردن نتوانست و باید حتما بعد از نماز عید باشد، همون روز عید باید که فطر روزش را دهد، صدقه فطرش را. یک نفر دو مرتبه سوال دادند، شاید از آغاز برنامه ما رو تماشا نکردند. زکات را به خیش و تبار دادن جایز است؟ ما در این موضوع خیلی که ما پورا کرده گفته گذشتید برادر طولا، اما باز همین گونه سوال آمده است و اگر کوتاه فقط گفته میگذاشتیم چون شاید نه وریدی برنامه ما بودند. بله، من مختصرا جواب میدهم. اگر شرحی داشته باشم استاد باز علاوه میکنند. برای خیش و تبار دادن دو ثواب دارد. البته خیش و تباری که چنانه که تاکید کردیم، خیش و تباری باشد که نفقه او بر عهده او نباشد، مثل فرزند خودش، فرزند نابالغ خودش و پدر خودش که بر نفقهش بر عهده او است، پدر و مادر و بابای و هکذا. دیگر خیش و تبارانی که نیازمند هستند برای آنها دهد، یک اجر همون خیراتش را میگیرد، دوم اجر خیش و تباری را میگیرد. والاقربون اولی بالمعروف، چنانه که در آیات ها آمده است، و اقربا خیش و تبارها اولاتر هستند به نیکی کردن و به خیرات و به دستکشایی کردن. البته انسان دو ثواب میگیرد ان شاء الله. اگر استاد باز یگان علاوه داشته باشم بفرمایید استاد. انا این سوال را نیز علاوه کنم، به همین مانند است. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. من زکات خودم را به برادرم در تاجیکستان دادم، آیا قبول می شود؟ التماس جواب دهید. من در روسیه هستم. استاد ابراهیم. بله، البته برادر از کسانی است که نفقه او بر عهده برادرش نیست. به همین خاطر به همین قاعده که خوب گفتن استاد الله در آغاز، همین قاعده معیار است. به چه کسی ما میتوانیم زکات دهیم، صدقه فطر دهیم و به چه کسانی نمیتوانیم. برادر، خواهر، خاله، عمه، عمک، اینها کسانی هستند که گرچنده که در بعضی صورتها در شریعت نفقه اونها بر ما واجب می شود، اما در عموم در حالت طبیعی واجب نیست بر عهده انسان. تنها کسانی که واجب است پدر مادرش است، همسرش است، فرزندانش است. بنابراین به برادر و بر خواهرها، عمه ها، خاله ها جایز است شخص زکات دهد، یعنی صدقه فطر دهد، البته به شرط اینکه نیازمند باشند. بله. در مسئله پیشین مسئله گفتیم که از مقدار معین بیشتر اگر پرداخت کند آیا جایز است؟ البته جایز است، بلکه خوب است دوستان، بلکه خوب است که حالا یک پیمانه، یک صاع به حساب معاصر 3 کیلو و 800 گرم است. 3 کیلو و 800 گرم وزن دارد پیمانه بنابر مذهب حنفی، آنگونه که فقیه ابراهیم سلقینی در کتاب خود و علامه وحدت زحیلی در فقه الاسلام و ادلته آوردند. صدای ما هست برادر اکمل جان؟ بله، ما شما را میشنویم، بفرمایید. ما شما را میشنویم. بله. بنابراین مقدار صاع را به حساب معاصر 3 کیلوگرم و 800 گرم تعیین کردم. وقتی ما میخوایم بیشتر دهیم، یعنی نرخی 3 کیلوگرم و 800 گرم آرد یا گندم یا جو یا خرما یا مویز، یعنی این چیزها در اختیار داریم. یک نفر که حالش میانه حال است و وضعیت مادیش یعنی نه چندان، میتواند که 3 کیلو و 800 گرم آرد یا گندم را حساب کرده پرداخت کند. یک نفر که دارنده تر است وی باید به خرما مثلا حساب کند، به مویز حساب کند، شرط نیست که همه به گندم حساب کند. پیامبر صلی الله علیه و آله این نوع طعام‌های همون زمان خودشان را بیان کردند و چون که نرخ این چیزها در اون جامعه خیلی به هم نزدیک بود، اما حالا نرخ آرد در ما با نرخ مویز خیلی تفاوت دارد. یک نفر که داراییش بهتر باشد بهتر است که سری هر فرزند خاندانش 3 کیلو و 800 گرم مویز را مثلا حساب کرده دهد. این البته شاید که از 1000 سامان هم بالا شود، باکی ندارد. این نفر با مویز پرداخت کرد، دیگرش با خرما پرداخت کرده. جایز است، البته خوب است. بعضی از پیشینیان اسلام روایت کردند که گفتن مقدار صدقه فطر چه اندازه است؟ برای عامه مردم 1 صاع، 1 پیمانه، اما برای من و شما
اندازه ندارد. بله بله، هر چقدر که میتوانند زیادتر میتوانند که پرداخت کنند و چنانکه که شما گفته گذاشتید باز هم فایده اش انشاءالله که زیاد می شود. یک سوال دیگر بیاید با همون سوال رو یک بار نظر کنیم. خب دوستم، اگر پیشنهاد بنده یک پیشنهاد داشتم اگر پذیرفته شود، چون شب دعا و شب عبادت است، یک دو سه سوالی مهم را مختصر کنیم و خداحافظی کنیم. بله دیگر 10 دقیقه دیگر فرصت داریم. 10 دقیقه دیگر انشاءالله بعد از آن جنبست میکنیم انشاءالله. اینجا سوال دادند که درباره قیام لیل، من فهمیدم قیام لیل از ساعت‌های 12 و 20 می‌دراید تا 2 و 20. در همین حالت غیر از نماز قیام لیل که 2 رکعت دیگر نمازها خوانده میشود سوال دادند. استاد کدامتان از شما همین سوال کوتاه جواب می‌دهید؟ استاد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی که استاد پیشنهاد کردن، منم پیشنهاد کردنی هستم و بینندگان به میگویم که همیشه با ما باشید. دیگر روزهای هم انشاءالله بعد از رمضان هم انشاءالله اینچنین شبکه نجم در اونجا ابونه شوید. اونجا حاضر هم در نجم رفته ایستاد است، هم در شبکه قرآن دستور عمل انسان. خوب در مسئله قیام اللیل، قیام اللیل معنای قیام اللیل نماز شب است. نماز شب بعد از نماز خفتن شروع می شود تا وقتی نماز بامداده. این فرق ندارد ساعت، همون منطقه‌ای که همون جایی که شما هستید نماز خفتن ساعت چند درآید، بعد از خواندن نماز خفتن فرض خفتن دیگر الکی وقتی نماز شب شروع می شود تا وقتی نماز بامداد از آن گفتن این وقتی نماز شب است. ساعتش فرق ندارد. خب شما می توانید نماز قیام اللیل نماز شب خوانید، می توانید قضایی خوانید، نماز قضایی داشته باشید، نماز قضایی، هر نمازی که می توانید شما نماز نفل است اجرا کنید. و بعضی از اهل علم گفتن که حتی بعد از شام شروع می شود گفتن نماز شب رو، چون از نامش معلوم است نماز شب یعنی بعد از مغرب، نماز شام الکی شب داخل می شود یعنی بعد از شام تا از آن بامداد نماز شب است. اینجا باز یک چی هست، نماز تهجد هست. اینچنین یک برادر دیگر سوال کرده بودند به همین مانند نماز تهجد. نماز تهجد هم نماز شب است، اما تهجد از قیام اللیل چی فرقیتی دارد؟ قیام اللیل هر آن نمازی که در شب خوانده می شود آن را قیام اللیل نامیده می شود، اما تهجد نمازی که بعد از خواب رفتن خوانده می شود. انسان نماز خفتن می خواند، یک کمی استراحت می کند، بعد می خیزد و می خواند، این را تهجد می گویند. یا می گویند که شرط نیست که خواب رود، اما یعنی از خواب دوری جسته. معنای خود تهجد خواب نرفتن است. در وقت خواب رفتن، خواب نرفتن همینه، از جایگاه دوری جستن تهجد میگویند. برای همین بهترین وقت تهجد، بهترین وقتش این 3:1 آخری شب است، یعنی پیش از نماز بامداد 1 ساعت پیش انسان میتواند که نماز تهجد بخواند. این مختصرا برای بله انشاءالله باز بله انشاءالله که زیادتر باز به این سوال ها جواب میگویم. استاد ابراهیم، یک سوال به شما پیشنهاد شده است اینجا، چون درباره این سوال نیز گفته گذاشته بودیم. اگر زن، ولی به همینش جواب نداده بودیم، اگر زن حامله باشد روزه بگیرد باید برای طفلی در بطنش بوده زکات فطر دهد؟ در بطنش فرزند داشته باشد، برای وی نیست. اصلا بنده پیشنهاد دارم، یعنی گفتنیم که طرفدار جواب گفتنی سوالهای آنلاینی نیستم. می شود که برای بیننده ها نیز این پیام رو میخوام رسانم که هر سوالی دارم بالای سر به شخص بنده یا به استادان سوال بگذار فرستاده شود نزد شما، نزد استادان سوال آموخته شود و دیده شود به یک تحقیق و یک سوالی که پایه از دلیل داشته باشد گفته شود.
آنلاینی سوال گفتن بعضا سوال‌های میشود خیلی عمومی، خیلی از چیزهای ابجدیات دین هستند ولی رخصت است. اما قانون سوال و جواب، قانون فتوا در شریعت این است که در فتوا باید احتیاط کار گرفته شود، آهستگی باید رعایت شود. در مورد این سوال خواهر است یا برادر گفتنیم که از جنین بطن، از جنینی که در بطن شخص است، به اتفاق مذاهب چهارگانه شریعت زکات فطر نیست. 4 مذهب میگن که از طفلی در بطن بوده صدقه فطر داده نمیشود. فقط اینجا خلیفه بزرگوار ذوالنورین حضرت عثمان از جنین یعنی پرداخت کردن. بعضی فقها میگن خوب است اگر خواهد، واجب نیست، حتمی نیست، مثل که از فرزندان به دنیا آمدهش فرض است، واجب است، مثل نیست. اما اگر خواهد از جنین بطنش به حضرت عثمان اگر اقتدا کرده صدقه فطر برآورد باشد، خوشا به حالش، اما واجب نیست. تشکر زیاد. الله شما راضی باشد. مهمانان عزیز، در مهمانی برنامه ما امروز ابراهیم سید نورالدین بودند، وکیل علوم اسلامی و همچنین عطاالله منانی، ختم کرده مصری عرب، و باز استاد یک جای با ما در آغاز برنامه ما استاد ادهم نیز حضور داشتند. ادهم حیدرزاده به چند سوال‌های ما در آغاز برنامه جواب‌های خودشان را گفتند و مکمل درباره شب قدر برای ما نقل کردند. و از شما من یک بار دیگر تشکر برای شما تشکر می‌کنم که تشکر از شما برای ترتیب این برنامه، برای سعیتون نفع ملت و مردم. تشکر زیاد. و چون اکثریت تماشابین ما امروز باز پیشنهاد کردند که موضوع یک روز اگر شده باشد، اصلا امروز میخواستند، اما امروز ما افسوس که نمیتوانیم، موضوع طلاق را بسیار پیشنهاد کردند تماشابینان ما. و اگر که در آینده وقت پیدا کنید، خب در موضوع همین به نهایت زیاد شده است، موضوع عائلوی است، انشاءالله یک وقت معین به سوالهای تماشابینان انشاءالله که جواب میدم. و این لحظه من تشکر زیاد میگم. الله شما راضی باشد و جزای پاداش نیک برایتون عطا کند. سلامت باشید. خداوند از شما راضی باشه. آمین آمین. تماشابینان عزیز، لحظه چند تقریبا طول 1 ساعت و 30 دقیقه شما برنامه ما را مستقیم تماشا کردید و برنامه ما از شبکه‌های گوناگون پیشنهاد شما شد، هم در شبکه فیسبوکی و هم در شبکه نجم تیوی و هم در شبکه زمانی دونستان، ادناکلاسنیکی و کانتکتی و هر جایی که شما ما را تماشا کردید. الله شما راضی باشد از هر یکی شما و عبادات ما و شما را در بهترین شب‌های ماه شریف رمضان الله به درگاهش قبول فرماید و دعا میکنیم. و انتظار باشید باز روزهای نزدیک ما برنامه را پیشنهاد شما میکنیم، این گونه برنامه های مستقیم و زیر همین نواری که شما میبینید میتوانید هم در شبکه نجم تیوی و هم در شبکه قرآن دستور عمل انسان سوال هایتان را پیشنهاد کنید. کدام سوال ها را میخواهید شما به آن جواب بگیرید و ما آن سوال های شما را جمع کرده به استادان انشاءالله روان میکنیم و چنانه که پیشتر قید کرده گذاشتند، هر یک سوال جوابی صحیح و درست میخواهد و جستجوی بعضی سوال ها جواب میخواهد، یعنی جواب را جستجو میخواهد. از این خاطر شما پیشکی میتوانید سوال های خودتان را نوشته کنید و ما جواب ها را آماده میکنیم. و چون همیشگی در نهایت برنامه من میگویم که اگر کجای من شخصا در سوال گذاری خطا کرده باشم یا مهمانان برنامه ما در کجای به خطا راه داده باشند، الله ما را بیامرزد. و غیر از این، هر کجایی که اگر شما قولی صحیح از قرآن و سنت یافتید، از آن پیروی کنید و هر جایی که دیدید که ما و یا استادان در برنامه دورتر شدند از قرآن و سنت، به آن گفته ها اهمیت ندهید. الله از هر یکی شما راضی باشد. تا آخری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.